جوشن کبیر. نحوه نمایش. خوش آن که حلقه های سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسله ات را رها کنی. کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. کردی سیاه زلف دوتا را که در غمت مویم سفید سازی و پشتم دوتا کنی. تو عهد کرده ای که نشانی به خون مرا، من جهد کردم که به عهدت وفا کنی. سلام و عرض ادب سروران گرانقدرم. با نام و یاد پروردگار یکتا، ششمین فراز از دعای زیبای جوشن کبیر، تکرار اسامی پروردگار و صفات الهی. بزرگواران، همونطوری که این مدت تجربه کردید و متوجه نام‌های پروردگار شدید، دیدید که نام خدا شدیداً راهگشاست. یعنی ما در زندگی همون گره هایی داریم، نام خدا باز میکنه اون گره ها را و شرطش هم اینه که اول از همه دوست داشته باشیم، عاشقش باشیم، حس خوب بهش داشته باشیم، بعد از درون کاملا تهی باشیم و هیچ چیزی از خودمون نداشته باشیم، کاملا فقیر درگاه الهی شده باشیم و تا میتونیم ادب رو در مقابل پروردگار رعایت کنیم. هر آنچه که انسان در این مسیر مؤدب تر باشه در مقابل خداوند و آدابی را رعایت بکنه، ممکنه بعضی از آداب میبینیم میگیم اینها اصلا نیازی نیست. آداب طراحی میکنن بابت اینکه انسان ها اهمیت کار را بفهمند و با کمال ادب و خضوع با پروردگار سخن بگن. پس اسامی خداوند معجزه آسا گره گشایی خواهد کرد و شما کم کم تو زندگی هاتون میبینید که جاهایی که یک کلید میخواست برای گشایش، یکی از اسامی خدا اون کلید شد و گشود در را. منتها زمانی که دیدید گشوده شد، فقط قدردانی بکنید و گرفتار خود بزرگ بینی در موردش نشین، چون حتی انسان ها در رابطهشون با پروردگار هم گاهی گرفتار غرور میشن. تا میتونید خودتون رو پایین بدونید و مسیر رو طولانی و بگید که ما تازه اول راهیم و باید بیشتر از این انوار بهره مند بشیم. ظرفتون رو زود پر نکنید که لبریز بشه. ظرفتون میتونید بزرگ کنید تا نور بیشتری وارد زندگی هاتون بشه. همه چیز هم با قلب اتفاق میفته و در قفسه سینه‌تون شما باید یه مغناطیس جذب بسیار قوی داشته باشید تا به مدد الله آن نوری که هست کاملا جذب بشه. در فراز پنجم به اونجا رسیدیم که باید در حالتی وارد بشید که یه تیکه از خدا تو وجود شما باشه، یه قسمتی از خدا به شما بخشیده بشه در قلبتون، به خاطر اون تیکه دلتون تنگ بشه و حسش بکنید که من قسمتی از پروردگار رو در وجودم دارم، پس میتونم پروردگار رو تجربه و درک کنم. همین باعث میشه که عاشق بشید، تشنه بشید، تمام لحظاتتون لبریز از نام پروردگار بشه و تکرار نامش و یادش بسیار گره‌گشا خواهد بود. در فراز ششم، این فراز 5 قسمتش تماما خضوعه، یعنی خضوعی در انسان ایجاد میکنه. یعنی 5 تا از نامهاش چنان انسان را به سجده میاندازه و فروتن میکنه که 4 تا از نامهای بعدی جهان در مقابل انسان سجده خواهد کرد و آخریش هم خداوند میگه که همه چیز در حکومت من در عدل و ظلمی به کسی نمیشه. نام اول فراز ششم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تواضع کل شیء لعظمته. میگه تمام اشیا. وقتی میگیم اشیا فقط شیء مادی نیست، ما قسمت عمده جهان هستی رو نمیبینیم. یعنی اون چیزایی که میبینید و اون چیزایی که نمیبینید، روانتون، ذهنتون، اخلاقتون، صفتتون، تمام اینها جزء شیء محسوب میشه. میگه تمام اشیاء جهان هستی جلوی عظمت خداوند
تواضع میکنن، فروتنی میکنن، خاکساری میکنن. و این یکی از نامهای پروردگاره که زمانی که ما به اون نام مزین بشیم، تمام جهان هستی در مقابل ما تواضع خواهد کرد. پس ما به میزانی که از خدا درون خودمون داریم، به همان میزان هم جهان هستی به ما خدمت‌های ویژه خواهد کرد. جهان هستی یه خدمت‌های عمومی داره، به همه میرسه. یه خدمت ویژه داره که اون خدمت ویژه به کسی میرسه که بیشتر خدا نوشیده باشد، خدا خورده باشد، خدا جذب کرده باشد، درونش لبریزتر از خدا باشد. هر کسی لبریزتر باشه، دریافتش هم بیشتر خواهد بود. پس داره میگه که تمام جهان جلوی عظمت خداوند دچار تواضع میشن. خب ما همه الان فیلم هایی که از کهکشان ها میبینیم، ناخواسته میفهمیم که ما چقدر خرد و ضعیف هستیم. وقتی که عظمت یک سلول را میبینیم، میفهمیم که ما چقدر خرد و ضعیف هستیم. و تمام اینها باید به سبحان الله ختم بشه که ما چقدر خردیم و خداوند چقدر بزرگه و چقدر منزهه. هر آنچه که تواضع و فروتنی در ما بیشتر بشه، جذب نور پروردگار بیشتر میشه. بزرگواران، من چند تا نکته برای تواضع خدمتتون میگم، اینا رو رعایت بکنید، خیلی جذب راحت میشه. اول، وقتی راه میرید رو زمین، با ادب راه برید، به زمین احترام بذارید، با تواضع راه برید. یعنی فرم راه رفتن شما راه رفتن با غرور نباشه، با راه رفتن خاکسارانه باشه. این بسیار مهمه. دوم این که به دیگران، وقتی میگیم دیگران، خوب و بد، زشت و زیبا، کوچکتر و بزرگتر، انسان و غیر انسان، به تمام موجودات احترام بذارید. یعنی حتی ممکنه دارید با یه نفر درگیر هم میشه، اما دلیلی نیست که بی احترام بکنید، چون هر نوع بی احترامی حاصل غرور و خود بزرگ بینیه. هر کسی که میبینید که احتمالا خطایی داره، اونو متهمش نکنید به خطا. بگید چه بسا خود من هم خطاهای زیادی دارم و خودم نمیبینم. به جایی که خطاهای دیگران رو ببینیم، پایین بودن خودمون رو ببینیم. و هر زمانی که گرفتار غرور و خود بزرگ میشید، سریع بگید که من از همه پایین ترم. اگرم اتفاق افتاده، لطف الهی بوده. اگه یه روزی به طور مثال یه سری فایلی جزئی چیزی داشتید که احساس کردید مفیده، برای یه نفر ارسال میکنید، میگید اینا رو بخون، مسخره میکنه، میگه اینها به درد نمیخوره، سریع قضاوتش نکنید که این به راه حق نمیاد، این وقت آگاهیش نرسیده، این نمیدونم در ظلمته. اصلا اینطور نیست. بگید که شاید اصلا اینا رو پاس کرده رفته، طی کرده رفته، شاید اون بالاتر از منه، واقعا به این چیزا نیاز نداره، شاید خدا یه طرح بهتری براش داره. از کجا معلوم؟ دین من، شریعت من، شیوه من بهترین باشه، شاید شیوهی که اون میره بهترین. اینا سبب میشه که شما گرفتار خود بزرگ بینی نباشید، در تواضع باشید. جهان هستی به انسان فروتن میبخشه و انسان خود بزرگ بین را زمین میزنه. پس ما زمانی که یاد بگیریم ما هم در کنار بقیه اشیاء جهان هستی که جلوی خداوند به خاطر عظمتش تواضع میکنه، ما هم تواضع بکنیم، در نظام انرژی جهان هستی قرار میگیریم. ببینید کل جهان هستی از کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشان تحت هدایت یه نیروی قرار داره. چرا در اون نیرو قرار داره؟ چون در حکومت خداست، چون در مملکت خداست. زمانی که از مملکت خدا بیاد بیرون، دچار بی‌نظمی میشه. ما دچار بی‌نظمی میشیم چون خارج از مملکت الهی هستیم، تحت سلطه و حکومت خدا نیستیم. میگه اگه میخوای وارد بشی، مثل یک ذره که در جهان فرمان برداره، تو هم باید از پروردگار در درونت کاملا تواضع و فرمان برداری باشه. و اینها کلیدهای ورود نیروهای ملکوتی به زندگی های ماست. ببین ما زندگی هامون همش خوبه اما یه تیکش کمه. یعنی تمام زندگی های ما شبیه به یه پازله که یه قسمتش کمه، مثل یه کلیده که رفته توی قفل،
یه دور کم داره به چرخه، یعنی همیشه یه پایه یه کارمون لنگه. اینکه لنگه یعنی کل کارمون فلجه. چون کل کارمون فلجه ما باید کاملا در نظم الهی قرار بگیریم. میخوای به حکومت خدا راحت بدن باید فروتن باشی. انسانی که خودشو برتر از دیگران بدونه در هر زمینه‌ای، احساس بکنه به ویژه تو معنویت خدا به خدا نزدیکتره، محبوب خداست، اینا تمامش آستان شکستشه، در شرف سقوطه. باید همینطور خودمون از هر موجودی در این جهان در مقابل پروردگار پایین تر بدونیم، تواضع داشته باشیم. اگه شانس بیاریم خداوند یه لطفی در حق ما بکنه، ما رو در اون نظمی قرار بده که کیهان و ذره و تمام اجرام آسمانی در اون نظم قرار دارن. اون نظم یه ناظم داره، یعنی اومدی تو حکومت پروردگار. یا من استسلم کل شیء لقدرته، ای کسی که تسلیم میشه همه چیز به خاطر قدرتش. پس یه توان یا قدرتی پروردگار داره که همه چیز تسلیم میشه، غیر از اینکه فروتنه سرکشی هم نمیکنه. یعنی یه درخت میوه سرکشی نمیکنه، داره مسیر نظم الهیش میده، از دانه تبدیل میشه به گیاه و خودش هم دوباره تکثیر میکنه در همون، یعنی در تسلیمه. مگر اینکه یه جهشی خود پروردگار برش ایجاد بکنه. ما هم باید در وجودمون کاملا تسلیم باشیم. تسلیم بودن یعنی اینکه اتفاقات ناخواسته‌ای که کنترلی بر اونها نداریم و وارد زندگی ما میشه و به عنوان تقدیر میشناسیمش، بپذیریمش و بفهمیم که آنچه که داره رخ میده به نوعی هدفمند و با برنامه است. تسلیم بودن به معنای تلاش نکردن و نجنگیدن نیست، به معنای اینه که آن چیزی که من تلاشمو کردم، وظیفه‌مو 100% انجام دادم، اما نتیجه ای که داد دیگه به ما ربطی نداره. ما نتیجه ها را میپذیریم، وظایفمون را دقیق انجام میدیم، اما نتیجه در دست ما نیست. میگه کل شیء، یعنی هر آنچه که شما فکر میکنی میشناسی و هر آنچه که فکر نمیکنی و نمیشناسی میشه کل شیء. میگه تمامشون در مقابل قدرت خداوند تسلیمن، یعنی وظایفشون رو دارن انجام میدن، نتایجش رو دیگه قدرت الهی مشخص میکنه. اگه این نام مبارک در قلب و وجود ما جاری بشه، تردید نداشته باشید تمام ذرات جهان هستی هم در مقابل شما تسلیم خواهند بود. چرا؟ چون شما قدرت الهی شده. تسلیم بودن یعنی چه؟ یعنی خدمت بهت میکنن، همه چیز در راستای اطلاع و خدمت شما خواهد بود، چون شکست ناپذیر جهان هستی تنها پروردگار است. پس لطفاً دوستان زمانی که این اسامی گفته میشه هر لحظه سعی کنید نورش بکشید در قلبتون و روشن بشید باهاش. یا من ذل کل شیء لعزت. ذل یعنی خار و ضعیف و ناتوان. میگه به خاطر عزتش، یعنی شکوهش، اینقدر شکوهش زیاده که همه در مقابلش خار و ذلیل به نظر میرسن. مثلا یه عدد در مقابل بی نهایت میشه 0. حالا این عدد هرچی هم بزرگ باشه نسبتش به بی نهایت بازم میشه 0. یعنی اگه یه کسری باشه که مخرجش بی نهایت باشه، صورتش هر عددی میخواد باشه این به 0 حدش میل میکنه، نمیتونه تجلی داشته باشه. و واقعیتش اینه که تمام جهانی که ما داریم میبینیم، این جهان در مقابل در واقع شکوه الهی 0، هیچی نیست. پس به کسی شکوه و جلال نبخشیم. هر نیرویی در جهان هستی، اعم از دولتمردان، سیاستمداران، ثروتمندان، قدرت‌های حاکم، پادشاهان، اینها که در جهان میبینید، اینها در مقابل شکوه پروردگار 0. منتها چرا الان قدرت دارن؟ به خاطر اینکه ما بهشون ملکوت بخشیدیم. چرا ملکوت بخشیم؟ چون در ملکوت الهی نبودیم. اگه در حکومت خدا بودیم، هیچ حکومتی را دیگه اصلا با ما کاری نداشت. ما چون از حکومت خدا خارج شدیم، در حکومت ابلیس قرار داریم، هر کسی میرسه میتونه به ما ظلم بکنه.
ما ظلم پذیر میشیم. چرا؟ چون در تحت حکومت پروردگار نیستیم. انشالله به مدد حضرت حق امروز هممون بریم در یک عنصر خردی بشیم در حکومت پروردگار، بعد اونجا در امنیت کامل به سر میبریم. 4 تا 5میش 1 یا من خضع کل شیء لهیبته، ای کسی که خضوع کرد هر شیئی به خاطر هیبتش. هیبت رو در 100 میدان توضیح دادیم چیه. ما یه خوف داریم که میترسیم، یه هیبت داریم که هیبت یکیه که خیلی عاشقشی و میترسی یه روزی این عشق بهش لطمه‌ای وارد بشه، برات هیبت پیدا میکنه، عظمت و شکوه پیدا میکنه. نه عظمتی که ازش بترسی، عظمتی که از دوست داشتن به وجود میاد، این میشه هیبت. میگه تمام جهان هستی خاضع شدن. خاضع هم یعنی با جسمشون فروتن شدن، یعنی فروتنی که به تک تک سلول های وجود انسان وارد بشه. به چون این وضعیتی افتادن به خاطر هیبت، یعنی قانون عشق پروردگار. چنان عاشق پروردگار میشن که به خضوع میفتن. یا من انقاد کل شیء لخشیته. انقاد به معنای هدایت شدن، رهنمون شدن. میگه تمام جهان هستی ذره به ذره داره هدایت میشه به خاطر خشوعی که در اون ذره هست. ببینید اجرام آسمانی دقیق دارن میچرخن. همین اتفاق در مدارهای اوربیتالی اطراف هسته یه اتم داره میفته. همه چیز در یک نظم الهی قوی قرار داره به خاطر خشوعش. یعنی چه؟ یعنی سرکشی نمی کنی. سرکشی نکردن کاری نداره که وقتی با تمام وجود همه چیز رو از آن پروردگار بدونیم و خودمون رو، منمون رو هر روز حذف کنیم و وجود منیتیمون رو کمتر بکنیم، خدا بیشتر تجلی میکنه. این میشه خشوع. کاملا خشوع پیدا میکنیم و با خاشع شدن هدایت اتفاق میفته. چوب سرکش را وقتی میخوان محکم و خشک خمش کنن میشکنه. چوب خاشع نرم را میشه بهش شکل داد، باش سبد درست کرد. انسان متعصب خود بزرگ بینه که فکر میکنه راه هدایت پیدا کرده، اینو نمیشه درستش کرد، میشکنه. ما کی میتونیم درست بشیم؟ زمانی که احساس نکنیم به یه جایی رسیدیم. بعضی میگن ما که بهشتی هستیم، ما که راهمون حقیقته. اصلا هر کسی فکر میکنه راهش حقیقته، مثل یه چوب خشک شده. ما باید بگیم شاید خدا دستمون رو بگیره و به حقیقت برسیم. اگر نه به این الکی ها نیست که من یه اندیشه موروثی داشته باشم و فکر کنم حتما گارانتی دارم برای خوشبختی. اصلا اینطوری نیست و تعصب و خامی سبب سقوط انسان میشه. باید الان اگه هدایت میخوایم، انقاد یعنی یه چیزی که یه نیروی قوی برش مسلطه و جلوی خروجش نمیده. مثل اینه که یه آب در یه کانال داره حرکت میکنه، قید داره، تو دیگه آب نمیتونه برای خودش بره اون طرف، مجبوره در این کانال حرکت بکنه. این میشه انقاد. این کاملا یه کانال برای ما در نظر میگیره. باید از خدا بخوایم که منو به عنوان کوچکترین ذره عالم هستی در یک کانالی قرار بده که نخوام اینقدر سرکشی بکنم. چطوری این افتخار رو به من میده؟ فقط با خشیت. پس الان 5 تا اسم پروردگار خوانه شد که این 5 تا اسم فقط با فروتنی اتفاق میفته. بزرگواران، جهان هستی انرژی هایی داره. این انرژی ها شبیه یه رودخانه جاریه. این رودخانه جاری داره حرکتش انجام میده. اگه تو رودخانه باشی مسیر درسته و کارا هم روان پیش میره، اینقدر گره نمیفته تو کارای ما. اگه در مسیر رودخانه نباشی اصلا نابودیه، یا مرداب میشی یا در واقع اصلا باید خودت خیلی تلاش بکنی، معلوم هم نیست دور خودت میچرخی یا مسیر تکامل و رسالت تا پیش میبری. متوجه نمیشیم
کی میتونی تو رودخونه باشی؟ رودخونه یه خاصیتی داره و اون اینه که آب سربالایی نمیره. یعنی اگه خودت آوردی بالا آب که جریان هستیه، جریان انرژی الهیه، رو به بالا نمیره، آب رو به پایین میره. هرچه که فروتن باشی، هرچه که خاکسار باشی و خودتو بپذیری که من در مقابل این جهان هستی هیچی نیستم، بیشتر این جریان رودخانه در زندگیت جریان پیدا میکنه. باور کنید تمام لحظات شکست ما، دانسته یا نادانسته، در نقطه خود بزرگبینی ما قرار داشته. هر وقت دوچار خود بزرگبینی شدیم فقط بگیم که خدا بزرگتره، اگر هم چیزی هست حکم الهی. ما چقدر کارها بوده که باید شکست میخوردیم، معلوم نشده یه نیرو الهی اومده نجاتمون داده، بعد حالا میگیم ما نجات دادیم. یه چیز اون جریان رودخانه بوده. و چقدر کارها بوده باید پیروز میشدیم، موفق نشدیم به خاطر اینکه از اون رودخانه الهی انداختن اون بیرون. چرا؟ چون ارتفاع گرفته بودیم. آب به ارتفاعات نمیرسه، آب به قسمت های پست زمین میرسه. تا صدف قانع نشد، پر دور نشد، باید فروتن باشه تا دوری در صدف قرار بگیره. پس این 5 تا وضعیت خشوع بود که سعی کنید این 5 تا را در قلبتون همین الان ایجاد کنید و طلب کنید که در وجودتون جاری بشه. و اما وقتی این اتفاق افتاد 4 تا اسم خدا هست که این 4 تا اسم خدا نشانگر اینه که تمام اکوسیستم تسلیم نام خدا میشن و تعظیم میکنن در مقابل نام خدا. پس اگه این 5 تا نام، این 5 تا مرحله فروتنی در نهاد ما ایجاد بشه، کل جهان هستی بر ما تعظیم خواهم کرد. 6 میشه یا من تشققت الجبال من مخافته. ای کسی که کوه ها شق شدن، رشته شدن در مقابل خوف پروردگار. حالا به نوعی هم میتونیم بگیم جهان هستی، کوه با اون استواری در مقابل پروردگار در مقام خوف قرار میگیره. هم میتونیم بگیم قلب تک تک ما مثل یک کوه. راه این که این سنگ نرم بشه اینه که خوف داشته باشیم. خوف هم اینه که ترس عاشقانه از پروردگار، نه ترس از دوزخ، ترس این که نکنه این رابطه قلبی که با اسامی خدا برقرار کردم یه لحظه از دست بدم. پس این هدیه نام پروردگاره که کوه ها به من مرحله خوف برسن. دیگه حالا ما که چیزی نیستیم، ما هم باید خائف بشیم. یا من قامت السماوات به امره. تمام آسمان ها افراشته شدن به امر خدا، یعنی به فرمان خدا. ای کسی که به فرمان تو آسمان ها افراشته شدن، یعنی این یونیورس شکل گرفته، زمین پایین باشه آسمان بالا باشه، این شکلی که یونیورس گرفته میگه به امره. حالا این امر چیه؟ فرمانه. فرمان چیه؟ همون جریان رودخانه است. اون جریان رودخانه ای که برقراره میتونه زندگی های ما رو بسازه. وقتی میتونه این کوه ها و آسمان ها را در موقعیت دقیق خودش قرار بده و یه سانت این طرف و اون طرف نشه بدون نظم، آیا نمیتونه من بیچاره را در یه وضعیت رسالت الهی و نیک سرشتی و زندگی بهتر قرار بده؟ راحت میتونه انجام بده، به شرطی که شما خضوعت را طی کرده باشی. یا من استقرت الارضون به اذنه. ارضون میشه زمین ها، ارض میشه زمین، ارضون میشه زمین ها. میگه این زمین هایی که میبینید منظور کرات و سیارات و اجرام آسمانی هست. میگه تمام این اجرام آسمانی و زمین ها، اینها به اذن خدا تو سر جاشون مستقرن. یعنی چرا مثلا زمین با دیگر سیارات با هم برخورد نمی‌کنن؟ چون توی یه مدار داره میچرخه، اونم تو مدار خودشه، استقرار داره. به نوعی میگه که من میتونم اجرام بزرگ آسمانی که ما آرزو داریم، مثلا 100 متر زمین رو
کره زمین بخریم، نتونستیم بخریم. کسی که مالک کل کره زمینه و کل اجرام آسمانیه میگه من اینقدر قدرت دارم که همه اینها رو در یه نظمی رو مدار خودشون مستقر کردم، دارم میچرخونم. پس یعنی بفهم که با چه نیروی عظیمی مواجهی و بشر چه دارایی عظیمی که خداوند را از دست داده، سرگرم ابلیس شده، سرگرم خواسته های سطح پایینه شده. یا من یسبح الرعد بحمده، میگه اون رعد رو میبینی که داره آذرخش میزنه تا مثلا ابرها به هم برخورد میکنه، برای من و تو صدای آذرخشه. خداوند میگه این داره تسبیح منو میگه، یعنی به فرمان منه، طبق فرمان من داره این اتفاق میفته. ببینید یه اسامیه که فضایی برای انسان میسازه که هر کدوم از اینها یه لحظه انسان به خضوع بیشتری میرسه، میگه که وای چه عظمتی، چه هیبتی، چه جلالی، من چرا سر تعظیم جلوی هر کس و ناکسی فرود آوردم و جلوی حضرت حق تعظیمی نکردم که بگم بابا تویی که این جهان آفریدی، اختیارمو میدم دست تو، لطفا ما رو هم مثل این همه گونه که داری حفظ میکنی ما رو هم حفظ بفرما. خب 4 تا پس اسم آورد از حضرت حق که این 4 تا اسم نشون میداد که اکوسیستم و جهان هستی با یه نظم خاصی تحت هدایت یه نیروی خاصه. به اون نیروی خاص میگیم حکومت، به اون نیرو میگیم مملکت، یعنی دولت الهی یا ملکوت الهی. مملکت، ملکوت، نه همش تقریبا یه انرژی رو داره میگه، یا یه جریان انرژی در جهان هست، اگه افتادی تو اون جریان در مملکت الهی هستی. و آخرین نام مبارکه که امروز در موردش صحبت میکنیم، یا من لا یعتدی علی اهل مملکته، ای کسی که به اهل مملکتش، ما که اهل مملکت خدا نیستیم، ما بنده ابلیس بودیم تا الان، میگه اونایی که اهل مملکت من هستن کسی بهشون ظلمی نمیکنه. کسی که در این نظام الهی قرار گرفت زور کسی بهش نمیرسه. الان ما زور همه به همون میرسه، هر کی میرسه یه جوری ما رو مثل توپ فوتبال این طرف اون طرف شوت میکنه. چرا؟ چون 20 صحابیم، صاحب اختیار نداریم، یعنی نرفتیم بنده خدا بشیم. اگه در نظام الهی قرار بگیری قدرت های حفاظتی داره، نمیذاره کسی انگوش بهت بزنه، پرت میشه اون طرف. یعنی تمام مکانیزم هستی رو میذاره برای حفظ شما. و حفظ کی؟ حفظ کسی که داره رسالتش انجام میده. اگرم به ظاهر یه اتفاقی بیفته سالها بعد میفهمن اون هم جزئی از طرح الهی بوده، تازه برای حفاظت شما، تا بتونه کسانی که به مرحله توسل به نام مبارک پروردگار رسیدن، اینها عهد الهی تعهد داره به حفظشون. پس بزرگواران با هیچ کسی به جز پروردگار معامله نکنید، از هیچ کسی چیزی نخواهید و تمام زندگی یه بازی ببینید. روزیتون میرسه، امنیتتون میرسه، همه اینها بقیه مسائلی که داریم میبینیم یه بازیه. فرض کنید ثروتمندی، فرزندان خدایی با تمام امکانات، اومدی توی بازی داری بازی تا انجام میدی، نقش آفرینی تو داری میکنی. اگه یه بازیگر تئاتر هیچ وقت نقششو باور نمیکنه، چون میدونه شب قراره بره تو خونه با یه نقش دیگری زندگی بکنه. نقش حقیقی ما در جهان اینه که ما محبوب پروردگاریم. بقیه کارهایی که داریم میکنیم یه نمایش ظاهریه، این نمایش ظاهری رو باور نکنید. حقیقت هستی در دست پروردگاره، بقیه کاری نیستن، هیچ کسی در این جهان کاری نیست. پروردگارا تو را سپاس میگوییم که در این بامداد به ما فهماندی که راه ورود به ملکوت و مملکت تو فروتنی و خاکساری است. پروردگارا بابت تمام لحظاتی که گرفتار غرور و خود بزرگ بینی و توجه به توانمندی های خود بودیم توبه می کنیم. در این جهان
قدرت و توانمندی به جز توانمندی پروردگار نیست. پروردگارا بابت تمام لحظات زندگی که سر تسلیم جلوی غیر خدا فرود آوردیم، در مقابل غیر خدا خضوع و تواضع و فروتنی داشتیم، توبه میکنیم، ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا ما را به مملکت خود، به سلطان خود، به سلطنت خود، به دولت خود راه بده و ما را در دولت خود حفظ بنما. پروردگارا بابت تمام ظلم هایی که در زندگی به خاطر نبودن در سلطنت و حکومت تو دیدیم توبه می کنیم. ما به خیشتن خیش ظلم کردیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. پروردگارا از تو طلب می کنیم که هیبت و عظمتت را بر ما بنمایانی تا چشم امید از هر آنچه غیر خداست بربندیم و تنها خیره در وجه الله، خیره در نور الهی، در جستجوی کمال حضرت حق باشیم.